در قاعده 124 علامات حسن خاتمه را بدانیم. وقتی انسان خاتمه از او با کلمه طیبه لا اله الا الله ختم میشه، در او چندین علاماتی است که انشاءالله اگر این علامات در یک شخص دیده میشه، چی میشه؟ این انسان انشاءالله خاتمهش خاتمه خوب است. علامت اول حسن خاتمه چی است؟ که حدیث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، معاذ بن جبل رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. من هر کسی که کان باشه آخر کلامه، آخر کلمات، یعنی وقت شما پیش یک کسی میشینین و میشنوین که در آخرین لحظات عمر لا اله الا الله میگه، دخل الجنه، این داخل جنت میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن. و این حدیث شریف حدیث سنن ابی داود است، در جلد سیوم صفحه 190 است. حدیث نمبر 3116 در سنن ابی داود است و حاکم میگوید اسنادش صحیح است و ذهبی هم ایره حاکم نیسابوری یا حاکم نیسابوری هم روایت کردن، میگه اسنادش صحیح است و احادیثی که در حاکم نیسابوری وقت او را امام ذهبی گفته باشه که صحیح است، باز او اعتبار داره، چرا احادیث از او را تحقیق کرده سرش امام ذهبی کرده. باز وقتی که امام ذهبی گفت حدیث صحیح است، بناهن حدیث معتبر است. پس در این حدیث شریف معلوم میشه که کسی که در آخرین لحظه عمرش وقتی که وفات میکنن، اهلش میبینن که از زبانش لا اله الا الله خارج میشه. یک دکتر طب بود و دکتر طب همیشه چون رشتهش قلب بود و میگفت که همیشه وقتی که مریض قلبی پیش من میاد، چندین مریض قلبی آمده و وقتی ما دیدیم که قلب از دیگه خلاص است، بعضی اوقات یک نفر مثلا موترش یا موتر میزنه یا موترش تکر میکنه یا موتورسیکلش، گفت اما تو آدم ها را پیش ما میوردن که او چی شده، قلبش از بین رفته. دیگه میگه ما میفهمیدیم که این نفر قلبش از بین رفت، دیگه چند دقیقه بعد این روحش میبره و در حالت نزع میباشه. باز میگه ما برای تلقین میکردیم که بگو شخص لا اله الا الله. باز گفت مشکلی شد که چند نفر ما دیدم که وقتی برش میگفتیم که بگو لا اله الا الله، اما یک قاعده هست میگه اذا تکرر الکلام علی اللسان استقر فی القلب. وقتی که یک سخن در زبان انسان زیاد گفته شود، در گوش انسان زیاد گفته شود، انسان زیاد بشنوه، این استقرار پیدا میکنه در قلب انسان. چرا همین چیزایی که انسان توسط حواس پنجگانه خود درک میکنه، این بالاخره انتقال میکنه به قلب. دیگه در آخر عمر دکتر گفت همین کلمات از زبان بسیاری کسا خارج میشد. مثلا گفت یک نفر آورده بودن که چی بود، کدام حادثه سر شده بود، قلب از بین رفته بود. گفت ما برش میگفتیم بگو لا اله الا الله، گفتی به عوض که لا اله الا الله بگو خواندن میکرد، چون زیاد موسیقی شنیده بود و ساز شنیده بود، همین قلب ازی کلش از موسیقی پر شده بود. به عوض که چی کنه لا اله الا الله بگویه، اما خواندنایی را که شنیده این از قلبش برآمده میره و در زبانش میایه. چون این حالت نزع است. حالت نزع را ما شما گفتیم که مثل که انسان نشه باشه، وضعیتش خراب می باشه. کسی دیگر را گفت آوردن، گفت هم وقتی که برش میگیم بگو لا اله الا الله، این دیگه 24 ساعت در فکر پیسه و دنیا هست. گفت دیگه در وادی جان کندن خود چشماش دانشت واز مانده و دیگه میگه که کلدار بالا شد، افغانی پایین شد، دلار تو شد. خب کل میگه پای ازی سری نمی هست. کس دیگه هست که او در وادی جان کندن است، او یک شخص دیگه قصه کرد، گفت
ما با چشم خود میدیدم که در این وادی جان کندن خود این دیگه دشنام دادم میرفت، دو زدم میرفت، چون در زندگی خود زیاد عفت زبان در نظر نگرفته، دشنام داده و دو زده و فکایی گفته و مذاق کرده. بالاخره در وادی جان کندن هم این دیگه همین حالت سرش است. و گفتی نمی هر قدر باش میگم بگو لا اله الا. گفت یکی دیگه هست هیچ چیز نمیگم تو چه پس میگم. من تو تکان دادم آخر برای گفتم که یه دوست الله قلبت خلاص است، ماشین نشان میده که دیگه گپ جمع است. قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. میگو برای ما گفت دکتر صاحب در قلب ما چیزی نیست که بگویم، چون هیچ وقت در زندگی خود ما لا اله الا الله نگفتیم. از همین خاطر انسان مسلمان باید زبانش به ذکر الله تر باشه. همیشه وقت پیدا کردین لا اله الا الله بگوین. بهترین تسبیح، بهترین ذکر الله لا اله الا الله است. تا ای که و وقتی که ذکر میکنین و لا اله الا الله میگین تو لا اله الا الله تو نگوین که تسبیح استان است. مقصد می 100 دفعه لا اله الا الله را پورا کنین. 10 دفعه بگوین، با قلب بگوین لا اله. در قلبت متباشه که نیست هیچ کسی مستحق ازی که ما برای کدام عبادت انجام بدم، برای رکوع بکنیم یا سجده بکنیم، نیست هیچ کسی مستحق ازی و نیست هیچ کسی مستحق ازی که قانون از رو سر خود تطبیق کنیم الا الله. لا اله الا الله یعنی قسم 10 دفعه بگو، 5 دفعه بگو، صحیح بگو. او شما در افغانستان هم وقتی که مسئله ذکر میشه اینمی هست که اگر 1000 دفعه گفتی، اگر 5000 دفعه گفتی، 5 دفعه بگو با معنا بگو که در قلبت داخل شد. بی معنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله که اگه تا تسبیح دستش از قرارم تکان داده میره و که از او قصه کرده میره و دانشم شورک خورده میره. پس این ذکر نیست. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و زادتهم ایمانا. قلب انسان باید تکان بکنه عظمت الله را. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی که عقیده درست بود باز قلبت مطمئن میشه. علامت دوم از علامات حسن خاتمه عرق پیشانی در هنگام مرگ است. در حدیث شریف است عن النبی صلی الله علیه و سلم، حدیث است که شیخ البانی در کتابش صحیح و ضعیف سنن ترمذی، حدیث سنن ترمذی هست. شیخ ناصرالدین البانی میگه که حدیث صحیح هست. سنن ترمذی و ابو داود اینا را اکثرا شیخ ناصرالدین البانی تخریج کرده، باز بر ما بیان میکنه که این حدیث ضعیف است، این صحیح است. حتی بعض احادیث در کتاب‌های سنن بعض احادیث موضوع هست. مشکات المصابیح هم چیز کردن. یعنی شما هر وقت که سنن ترمذی اگر میخواندین یا کتاب‌های سنن نسائی و ابو داود و ابن ماجه یا را میخوانین و یا مثلا مشکات المصابیح در افغانستان زیاد رواج از تدریس میشه، باید تخریجایش ببینین. چرا بسیاری احادیث در مشکات المصابیح حتی احادیث ضعیف موضوع هست و تخریج شده. در مکتبه شامله هست، اگر کس خریده نمیتونه در مکتبه شامله میشه آدم بیایی بگه استاد من می احادیث کار دارم می تخریجشون برای ما بده، میشه اون بگیرین پیشتان در کامپیوترتان و اتو نشه که حدیث درس بدین باز حدیث موضوع رو برای مردم حدیث ضعیفه. باید حدیثی که در مشکات المصابیح 3 فصل می داشته باشه. همیشه هر بخشی که بحث میکنه فصل اولش حدیث خوب است غالبا، اما فصل دوم سومش بسیارش احادیث ضعیف و احادیث موضوع هست. جمع کرده علما جمع کرده ولی باید تخریج شه و به او حساب کشیده شه. پس این حدیث که در سنن چی هستن؟ در سنن ترمذی هست. این شیخ ناصرالدین البانی حدیث صحیح گفته. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال المؤمن يموت بعرق الجبین. انسان مؤمن میمره با چی؟ با عرق پیشانی. یکی از علامات حسن خاتمه ای است که انسان مؤمن با عرق جبین از این دنیا میره. علامت سوم از علامات حسن خاتمه
وفات در روز جمعه هست. خب طبعا این علامات برای کسایی است که او عقیده درست داشته باشه. یعنی میشه یک نفر عقیده خراب داشته باشه بازی سرش تطبیق نمیشه، یعنی احادیث سر انسانهای موحد تطبیق میشه. عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من مسلمین، باید مسلمان باشه، یعنی مسلمان کسی را میگیم که او شرکیات نداشته باشه، یموت یوم الجمعه، که وفات میکنه در روز جمعه، او لیلة الجمعه، یا شب جمعه. این شب جمعه را چرا گفته؟ به خاطر از اینکه از نگاه شرعی که هست شام روز پنجشنبه در جمعه داخل میشه دیگه، بعد از نماز شام. مثلا شما دیده باشین که اگر صبح روزه باشه ما شبش چی میخوانیم؟ تراویح میخوانیم. چرا؟ به خاطر از اینکه شام صحیح صبح روزه است، این روز شام از اینکه داخل شد این شب مربوط به صباح میشه. از کافرها و ترا بازی قسم نیست. از کافرها که مثلا امروز صبح است بازه تا 12 بجه شب مربوطه از این روز میشه. فهمیدین؟ فرهنگ کفری. فرهنگ اسلامی برعکس از این است. در فرهنگ اسلامی میگه که نه، در چیز که است شام دین شو امروز شنبه شروع شد، پس روز پنج شنبه شامش بعد از نماز شام شامل است به چی؟ به روز جمعه. از این خاطر او ثواب هایی که روز جمعه داره بعد از شام شب جمعه شروع میشه. فهمیدید یعنی همون ثواب اجر از اون وقت شروع میشه تا شامش. مجرد که روز جمعه شام شد نماز شام خواندی بعد از اون دیگه چی داخل شد؟ شام شنبه داخل شد. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت، هیچ مسلمان نیست که وفات میکنه یوم الجمعه او لیلة الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. اگر در روز جمعه وفات میکنه یا در شب جمعه وفات میکنه الله ایره انشاءالله از عذاب قبر، فتنه قبر ایره الله وقایه میکنه، چون یه هم یکی از علامات حسن خاتمه هست. لکن شرط خدا داره. شرطش چی است؟ که باید با عقیده توحید رفته باشه. بسیار مبتدعین و مشرکین و کفار هستن که در روز جمعه میمره. اینجا قیدش است ما من مسلمین. توجه هستین؟ علامت چهارمش چی است؟ شهادت در راه الله هست. امام احمد رحمه الله روایت میکنه، احمد ابن حنبل کتاب در حدیث داره به نام مسند امام احمد ابن حنبل. پس ای در کتاب خود روایت میکنه از مقدام ابن معدی کربه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برای شهید 6 خصلت است. این حدیث احمد ابن حنبل است. ابو عیسی میگه هذا حدیث حسن صحیح غریب، و شیخ ناصرالدین البانی هم این تخریج کرده، اسنادش صحیح است. متوجه هستین؟ او هم میگه که اسنادش صحیح است. پس شهید 6 خصلت داره. انسانی که فی سبیل الله شهید میشه، حالا خود در افغانستان هم اصطلاحات اسلامی را گدوت کردن. دوزام که بمره برای شهید میگن، که صبر هم بمره شهید میگن، کمونست و کافر هم که بمره، مرتد هم که بمره، باز هر کس که بود شهید میگن. اما شهید حقیقی شهید است که فی سبیل الله شهید شده باشه، در جهاد فی سبیل الله بر علیه دشمنای اسلام، بر علیه کفار. لتکون کلمت الله هی العلیه. پس کسی که در این راه الله در جهاد فی سبیل الله شهید می شده باشه، الله بر از او 6 خصلت میده. خصلت اولش چی است؟ که در نخستین قطره خونش بخشیده میشه. سبحان الله. اولین قطره خونش که میریزه الله ایره میامرزه. پس خاتمه عظیم نیکی هست. دومش چی است؟ با زیور ایمان زینت داده میشه. یعنی ما و شما
گفتیم خاتمه بسیار خطرناک است. الله برای شهید امی تضمین کرده که با زیور ایمان زینت داده میشه، به شرطی که این شخص به هدف لتکون کلمت الله هی العلیا باشه، به خاطر لا اله الا الله شهید شده باشه، نه به خاطر اهداف دنیایی. با حور عین ازدواج می نماید. مجرده که همین وقت شهادت ازی میشه، در این وقت ازدواج ازی پیش از روح قبض روح ازی ازدواجش با حور عین میشه. یک کاکای ما با روسا یگان دفعه قصه میکرد، گفت یک وقت یک جوان حالش سفید شده در زمان روسا، بسیار خوب مجاهد بود. باز یگان دفعه کتمه بیشونه، باز من میگم که یگان قصه از عصر جهاد بکن. باز یک روز که شیشته بودیم، شو بود یا روز بود، قصه کرد، گفت که یک جوان شهید شد. گفت ما در لباسایش رفتیم که سعی کردیم که در لباسایش آثار نم دیدیم. در وقت شهادت امور گفت آثار شما در لباسهایش دیدیم که با حور عین ای ازدواج میکنه. از عذاب قبر معاف میگردد. این چهارمی چیزی هست که بسیار خطرناکه. سبحان الله، عذاب قبر و الله برازی امی درجه نمیده که از عذاب قبر خلاص میکنه. از ترس بزرگ در روز قیامت، یک که همه در بسیار خوف و ترس بزرگ می باشن، از دادن دفتر اعمال می ترسن که به دست چپ داده نشه. الله بر شهید از وقت مرگش برش این آثاره که می بینه، یعنی بهش نارفته برش حور جنت الله نصیب میکنه. خود به خود ای دیگه نمی ترسه، به خاطر ازی که میفهمه که حور جنت برای کسی میگه که نکاح میشه که او چی باشه؟ او جنتی باشه. پس وقتی که چی نداشت، امو ترسی که دیگرها دارن، از امو ترسی چی است؟ در امن می باشه. و بالای سرش تاج از وقار گذاشته میشه. در سرش یک تاجی را میگذارن که تاج وقار است. این دیگرها که هست ذلیل میشن، اما هی شهیدی که به خاطر دین الله خدا قربان کرده، بر سرش تاج از وقار گذاشته می شود که یاقوت آن از دنیا و آنچه در دنیا هست بهتر است. با 72 تن از حور این ازدواجش می شود. و دیگه از توصیفاتش چی است که و برای 70 تن از اقاربش حق شفاعت برش داده میشه. یعنی بازی میتونه که 70 تن از اعضای خانوادهش که با عقیده توحید مرده باشن و با عقیده توحید مردن اعضای خانوادهش، لکن مشکلشان چی است؟ مشکلشان داری است که شاید گناه‌های از پیششان شده باشه که برای 10 روز، 15 روز، 1 سال، 2 سال دوزخ بانن. پس شهید برش همین مقام داده میشه که اونمو کسایی که موحد هستن به اساس گناه ها و اشتباه ها باید به دوزخ برن. برای شهید رتبه داده میشه که به الله میگه که پروردگارم اینمی از جمله اقارب موحد ما هست، انسان است، اشتباه شده و کل ما و شما گناهکار هستیم. این در دفتر اعمالش همون نوشته شده که برای 1 ماه دوزخ بره، 2 ماه دوزخ بره، 3 ماه دوزخ بره، 1 سال دوزخ بره. ما شفاعتش میکنم. الله سبحانه و تعالی برای امی فضیلت میته که برای 70 تن از اقاربش میتونه که چی کنه؟ کسایی که قریبش است. اقارب ما و شما بعض اوقات فکر میکنیم که اگه بچه آدم بود اقارب ما هست. نه، از دیدگاه قرآن که است، نوح علیه السلام وقتی که برای الله گفت که بچه من رو گفته بود که اهل تو از بین نمیبرم، گفت انه لیس من اهلک، او از اقارب تو نیست. بس کافر اقارب آدم گفته نمیشه. در پالوی ازی که برای شهدای فی سبیل الله اجر است، بعضی اشخاص دیگه هستند که اونا هم در حکم شهید هستند و این 5 طایفه مردم هستند.
که در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله این 5 طایفه را هم، حدیث صحیح البخاری هست که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که شهدا 5 قسم می باشن. 5 قسم شهدا هستن. طاعون زده، یک نفر از در مرض طاعون میمره. مرض خطرناک سختی که قابل علاج نیست. مردن با درد شکم، بعضی کسات بسیار درد شکم خطرناک می داشته باشه که بالاخره هیچ چیز نمیشه و بالاخره وفات میکنه. دیگه غرق شده، یک انسان موحدی که غرق شده باشه، فکرتان باشه که در یا قید توحید است، انسان مشرک، مبتدی، بدعتکار، مشرک، مرتد، کسانی که تعهدات خود با کلمه شکستاندن، یا باز ولو که در این حالات هم بمره نصیبش نمیشه. فقط مؤمن موحد که در طاعون بمره، مؤمن موحدی که با درد شکم وفات بکنه، مؤمن موحدی که غرق شده باشه یا خانه سرش چپه شده باشه و یا هم در راه الله، اینا هم. پس علامت پنجم از علامات حسن خاتمه چی است؟ کسی که در رباط فی سبیل الله میمره. رباط چی را میگن؟ امی که یک مسلمان مجاهد امو سنگر خود چی میکنه؟ پیره میکنه، دیگر را استراحت میکنه. این دونمو سنگر چی میباشه؟ مرمی سرش میه یا کدام تیاره میه بمبارد میکنه، پس این به شهادت میرسه. در حالت پهره‌داری در سنگر جهاد یا دمو حدود اسلام که در پشت سر کفار هستن، مجاهدین استراحت هستن، بعضی از مجاهدین بیدار می باشن و سرشان فایر میشه و به شهادت میرسه. این شخص هم چی است؟ در حدیث شریف آمده هست که من رابط یوما او لیلتا، اگر یک کسی یک شب یا یک روز در امو سنگر جهاد پیداداری میکنه، کان کصیام شهر للقاعد، مثل یک نفر دیگه که از جهاد نشسته هست و 1 ماه روزه میگیره. یعنی یک شب پیداداری از او یا یک روز پیداداری از او به اندازه 1 ماه روزی از است. و من مات مرابطا فی سبیل الله، و کسی که در امیر رباط فی سبیل الله وفات میکنه، اجر الله له اجره، الله برش اجرش میده. کدام اجر میده؟ والذی کان یعمل اجر صلاته و صیامه و نفقته، یعنی اجرای از این قطع نمیشه، مثل باقیات الصالحات، همون نمازایی که میخواند و روزی که میگرفت و عباداتی که میکرد، این برش چی میشه؟ یا برش داده میشه. حتی نفقی که میکرد سر فامیل خود. و وقی من فتان القبر، از فتنه قبر، و امن من الفزع الاکبر، از فزع اکبر هم این نجات پیدا میکنه. یعنی مقام هزی هم اونمو مقام است. علامت ششم از حسن خاتمه چی است؟ وفات کردن در هنگام انجام دادن یک عمل نیک. مثلا یک نفر موحد است، یک تاپرست است. امام احمد میگه که حذیفه رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم را با آغوشم گرفتم، او گفت کسی که لا اله الا الله به خاطر رضایت الله بگوید و با این شکل خاتمه اش گردد، داخل جنت می شود. کسی که یک روزی به خاطر الله روزه بگیرد و با آن روزه خاتمه اش شود. یک نفر روزه به دانش است، چی میکنه؟ در لحظه روزه داری وفات میکنه، و یا صدقه میته در امون لحظه وفات میکنه به خاطر رضایت الله. یک کسی حاجی هست، مثلا یک کسی هست در حالت حج است، در حالت عبادت است،
در حالات مختلف عبادت ها. الایمان بدون و 70 شعبه، ایمان 70 چند شعبه دارن.